عده به نام ما گروپ جور کردن و بعضی تصویر ما را گذاشتن و بعضی خود شاگرد ما معرفی میکنن. اما وقتی که در نوشتار از این نظر بکنی یا به مکالمات از این ببینی، یقینا که ما سرش خجالت میکشیم و شرم میکنیم که چرا همچو سخنات در همچو صفحه های اجتماعی به انظار کشیده میشه. عنوان تقریر امروزی ما است که ما از همچو شاگردایی باشه و هر کسی که باشه که به عنوان ما، به عنوان منهج سلف همچون مکالمات تبادله میکنه، همچون نوشتارها را تبادله میکنه، تکفیر میکنه، بیادبی میکنه، در حق ائمه مجتهدین گستاخی میکنه، در حق کتابای فقه گستاخی میکنه. از کلی از یا ما اعلان بیزاری میکنیم، اعلان براءت میکنیم که و از ما نیستن و ما از ما نیستن. رب لي ظن جميل وافر قدمته وامشي به يسعى معي يا رب يا